یه سری جدول ها هست که من همیشه بهش بچه‌ها پیشنهاد میکنم که کلاس اسلر اومد ایران و اونو گفت 5 تا دسته 5 تا میره عقب. وقتی سرویس برات آب خوردن شد میکنی 125 رو 5 شروع. نقطه صفرت میشه 105. چون این جدول گولتون میزنه. بعد از 3 روز دوره یه ذره فاصله بگیرید دوباره برگردید توش. و این بازار رو ببرید بالا. من یادمه که سینگل استروک هم با همین باز تا 220 230 رسوندم دلار چند. فقط با همین دیگه بیشتر از اینم گفتم خب چند خیاطی هست. آخه میخوام چیکار؟ نه اصلا به منم خیلی میچسبید که خیلی سیستماتیک باشم و بر من جواب میداد. یکی از کارهایی که میتونید بکنید خب احمد جان، با توجه به توضیحاتی که در مورد تکنیک‌های مختلف تو ویدیوهای قبلت شنیدیم، الان دوست داری که چه تکنیکی رو به ما آموزش بدی؟ خب میتونم بگم تکنیک اسمشو نمیذارم، ولی دو تا از رودومتس‌های اصلیمون که سینگل و دابل هستن که از نظر من مهمترین بخشای درامینگ هستن. روی این دو تا در واقع می‌خوایم توضیح بدیم و کار کنیم و با استفاده از این دو تا ما میتونیم تقریبا بگیم همه 90% رودومتس‌های موجود رو میتونیم با همینا بسازیم با ترکیب در واقع سینگل و دابل توی ساب دیویژن‌های مختلف و با استفاده از ترکیباتشون توی حالت‌های مختلف. سینگل استروک چیه؟ خیلی ساده. سینگل استروک ضربه تکی، یعنی با هر دستمون یک ضربه بزنیم. راست، چپ، راست، چپ. خیلی تو این ضربه که بیسیک ترین ضربه ما هست، حالت دست نسبت به سرعت مهم هست از نظر من. یعنی ممکنه یکی رو ببینید که سینگل استروکاش خیلی با فینگرش هست، یکی ببینید خیلی با مچش هست، یکی ببینید کمتر از اینا هست، یکی ببینید ترکیبی از این دوتا هستش. یا بعضا از سایدشون هم حتی استفاده بکنن و شوناشون. نسبت به هر شخص متفاوته، اما یک فرمول کلی داره. سرعت پایین، موشن‌های بزرگتر، یا میشه گفت حتی ماهیچه‌های بزرگتر، سرعت بالا، ماهیچه‌های کوچکتر. در واقع اگر بخوایم در یه نموداری بکشیم یا یک توضیح بدیم که آقا ما تو سینگل استروکمون از چی استفاده می‌کنیم، طبعاً ترکیبی از همون سه تا ماهیچه رو استفاده می‌کنیم، اما درصد استفاده از هر کدوم توی هر سرعت متفاوته. یعنی وقتی ما داریم با تمپوی پایین میزنیم، غالباً داریم از مچمون استفاده می‌کنیم. مچمون رو میاریم بالا. این خیلی شبیه همون فیر استروک است، ولی فیر استروک نیست. هرچند ما بتونیم این ریباندر رو درست بفهمیم که چقدر ضربت به این میزنیم. ضربه زیاد از حد فقط انقباض برای ما داره. کنترل بیش از حد روی بچه‌هامون باعث لجبازیشون میشه. شما باید یادشون بدید که آقا استفاده درستی از در واقع ابزاری که در اختیار دارن داشته بکنن. اگر ببینید انگشت من عین فنر میره و میاد، پس انگشت هم کار میکنه، ولی عمده ضربه رو در واقع مچمون میزنه. حالا هر چقدر من تمپو رو ببرم بالاتر، این ترکیب انگشت و مچ من بیشتر میشه. مثلا وقتی دارم اینجوری میکنم دیگه میتونم بهتون بگم خیلی انگشت من داره به نسبت حالتی که قبل میزنه کار میکنه. وقتی میرم بالاتر میبینید مچ و انگشت من خیلی دوباره بیشتر. خیلی برم بالاتر ممکنه حتی استایلم عوض کنم، برم روی فینگر و در واقع میشه فرنچ استایل کار بکنم. و حتی بعضا دیدم دیگه اصلا کلا بچه‌ها میرن رو فینگر که من حالا زیاد اینو دوست ندارم به خاطر تاچش، چون قدرت رو میاره پایین مگر اینکه قدرت داشته باشه و فقط سرعت داره. از نظر من چون درامز یه ساز اکوستیکه و حالا سازی نیست مثل گیتار، البته باز گیتار اینا پیکاپاشون خیلی حساسه. سازی که خیلی با تاچ و داینامیک، یعنی در مرحله اول حتی وقتی یک آماتور هستید با تاچ کار دارید، خیلی مهمه که قدرت لازم رو توی ضرباتون داشته باشیم. یعنی به نظر من ضربه‌ای که سرعت داره و قدرت نداره و برعکس، سرعت نداره و قدرت زیاد داره زیاد به درد نمیخوره. شما باید بتونید قدرت مناسب با سرعت مناسب رو در واقع میکس کنید. حالا ما چجوری به اینا برسیم؟ این همه مسیر، خب این همه حالت فرق داره. اول از همه همون صبر داشته باشید بچه‌ها، دوباره برای بار چندم صبر داشته باشید. اجازه بدید هر ماهیچه‌تون تقویت بشه. شما برای اینکه میرید باشگاه مثلا بتونید یه وزنه 100 کیلویی مثلا اسکات بزنید، باید کلی عضله قوی داشته باشید تا بتونید اونو درست اجرا کنید. فقط با یه عضله قوی کمر نمیتونید این کارو بکنید. اگر هم بتونید آسیب میزنید به بقیه عضلاتتون، چون اونها هم درگیر میشن و در واقع تنس میشن. پس اول شروع کنید از مچ زدن.
تا هر تمپویی که میبینید میتونید مچ بزنید و دردی احساس نمیکنید، انقباضی ندارید، با مچ پیش برید. بعد یواش یواش سعی کنید از همون انگشتاتون بیشتر استفاده کنید. این تمرینی که قبلا دادم خیلی میتونه موثر باشه. این تمرینی که قبلا دادم خیلی میتونه موثر باشه. هر چقدر سرعت بره بالاتر شما ناچارید از ریباند بیشتری استفاده کنید. ما اینجا ریباند کنترل میکنیم که نیاد بالا. سرعت بالاتر میگیم آقا بذار اصلا بیاد بالا. ناکام من الان دارم اینجا اصلا ریباند استفاده میکنم. ولی همین سرعت بیاد پایین دیگه نمیتونم. اگه بخوام ریباند استفاده کنم بعد وایسم به ازای هر ضربه یه دور بره بالا بیاد بعد ضربه‌مو بزنم. در واقع ما ببخشید میونه کلومت اومدم. میونه کلومت. در واقع ما فضای بیشتری رو اختصاص میدیم به ریباند چوب در سرعت‌های بالا. درسته؟ بله. برای من این شکلی هستش. ممکنه خیلی‌ها جور دیگه این کارو بکنن ولی من به شخصه گفتم چون قدرت و سرعت رو با هم نیاز دارم که بتونم صدای خوبی از تمام بگیرم، صدای دقیقی بگیرم، باید حتما این کارو انجام بدم. اگر این کارو نکنم ممکنه سریعتر هم بزنم ولی به اصطلاح میمالونم و رد میشم. یه صدا میدم ولی نمیگم قشنگ صدای دقیق و فوکوس تمیز نمیدم از نظر خودم. سوال دیگه بود؟ لحظه بکنم سوال دیگه نه. خب یکی از کارهایی که ما معمولا با بچه‌ها زیاد تمرینش میکنیم اینی که ما شروع کنیم 4 تا با دست راست، 4 تا با دست چپ، 8 تا 16 تا 16 تا دوباره 16 16 8 8 4 4 و بعد سینگل دوباره همین ردیف رو بریم. بعضی‌ها اینو مثلا ممکنه با اعداد ارقام دیگه‌ای هم تمرین بکنن، اونم هست، یعنی میتونه به جای 4 8 16 بشه 4 6 8 بعد بشه 12 بعد بشه 16. این در واقع رو ساب دیویژن‌های مختلف کار میکنه. تو هر تمپویی همین تمپو 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. تو این مدتی که دارید میزنید جلو آینه خودتون رو ببینید، مچتون رو بررسی کنید، ببینید چقدر دارم از ریباند استفاده میکنم. بعد میریم 16 تایی 1 2 3 4 5. من هم میگم حوصله داشته باشید. بعد حوصله داشته باشید که این کار رو انجام بدید و بررسی کنید. دوباره یه 16 تای دیگه. حالا چون من شاید برام خیلی ساده است حوصله‌ام سر میره شما رو نگاه میکنم. اوه 17 تا شد. خب ولی شما قطعاً این وسط باید یه 8 هم جا گذاشتم واسه خودم 4 تا زدم اشکال نداره. شما باید این وسط دستاتون رو کنترل کنید، ببینید، بررسی کنید. دوباره 4 تا و به این ترتیب. این تمرین وقتی خیلی منقطع توی تمپوهای مختلف انجام بشه خودشون نشون میده. مثلا گوشیم خاموش شد. اجازه بده. باید با 60 هم باشه. اوکی. یه تمپو متوسط مثلا هر تمپوی دوست دارید 80 90 100 یا پایین‌تر حتی فرق نمی‌کنه. 100 خوبه. 100 داره. ما بخوایم اینو چنگ اجرا کنیم 1 and 2 and 3 and 4 and. حالا 8 تا 16 دوباره 16 حالا برمیگردیم یه 8 تای دیگه یه 4 تا یه 4 تا بعدش این به ما کمک میکنه، یعنی در واقع به ما یاد میده که دونه دونه دستامون رو تربیت کنیم و بعد با هم به صورت پیوسته ضربه بزنیم و ببینیم چه اتفاقی برای دستمون میفته. حالا اگر طبق اون تمپویی که بهتون گفتم بالا بریم و بفهمیم کجا احتیاج به تغییر حالت داریم، فقط کافیه هر شخص بگرده اینو پیدا کنه. هیچ قانون نوشته شده وجود نداره که این تمپو بین 80 تا مثلا 120. ممکنه یه نفر تا 120 بتونه با مچش خیلی راحت بزنه، ممکنه یه نفر نتونه تا 60 که رسید احتیاج داشته باشه تغییر حالت بده. کما اینکه خود من یادمه مثلا تا تمپو 80 85 که میزدم بعد میرفتم یواش یواش بیشتر از فینگرام استفاده میکنم، ولی الان تا 150 هم میتونم شاید با مچام بزنم. چرا؟ چون توی این مدت مچام قوی شد.
به همین راحتی. آقا ایزه بفرمایید. توصیه‌ات برای بالا بردن تمپو چیه؟ تو اینجور تمرینا. تو اینجور تمرینا خیلی آخه تمرین متنوع است علی جان، ولی انقدر زیاده که من الان میتونم مثلا 10 تا تمرین نام ببرم. یکیش این بود که بتونیم این کار رو انجام بدیم. این خودش باعث میشه که ما دونه دونه بتونیم روش آنالیز کنیم و بالا ببریم. یه سری جدول ها هست که من همیشه بهش بچه‌ها پیشنهاد میکنم که کلاس اسلر اومد ایران و اونو گفت که به صورت بازهای 5 تا 5 تا 5 تا 5 تایی بود. می‌بینید شما بالاترین تمپویی که برات خیلی راحت هست رو انتخاب می‌کنی، مثلا 120 5 تا دسته 5 تا میای عقب، 115 110 105 100. هر روز از 100 روزی 1 دقیقه شروع می‌کنی زدن، 105 1 دقیقه میری تا برسی به 120. وقتی 120 برات آب خوردن شد می‌کنی 125 ولی 100 خط میزنی، فرداش از 105 شروع نقطه صفرت میشه 105. ولی چند تا نکته خیلی مهم داره این تمرین کردن که به بچه‌ها من پیشنهاد میکنم. هر روز اگر میتونید طبق این جدول تمرین کنید، اگر نمیتونید اصلا وارد این جدول نشید، چون این جدول گولتون میزنه. بعد از یه مدت میرسید به 125 هنوز یه ذره مشکل داره، ولی دیگه بذار ببرمش بالا. باید آدم صادق باشه با خودش. ببینید واقعیتش برای اسپید و سرعت هیچ چیز به جز دیلی ترینینگ کمکتون نمیکنه. من میگم اگر میخواید چیزی رو تو بلند مدت یاد بگیرید، میتونید خورد خورد روز در میون یا اصلا حتی با فکر کردن بهش دارید یادش میگیرید. اما اگه قرار چیزی رو روش تسلط پیدا کنید، موظفید اون رو روزانه بررسی کنید توی بازه حداقل 30 روزه. بعد از 30 روز دوره یه ذره فاصله بگیرید، دوباره برگردید روش و این بازه رو ببرید بالا. من یادمه که سینگل سرو که با همین باز تا 220 230 رسوندم دلار چنگ، فقط با همین دیگه بیشتر از اینم گفتم خب چند خیاطی هست. آخه میخوام چیکار؟ نه اصلا راستش تو استایلی که من میخواستم اصلا مهم نبود برام. ممکنه یه سری از بچه‌ها بله بل اسپید بخوام بزنم، بله 230 براش اینجوری باشه که خب من باید 230 برسم نرمال کار بکنم، میدونی؟ ولی برای من کاربردی نداشت، برای همین براش وقت بیشتر از این نداشتم، ولی با همین جدول این کارو کردم. تقریبا میتونم بگم هر تمرینی که میخواستم استفاده کنم سریع بردم توی جدول آلمانی، انگار به منم خیلی میچسبید که خیلی سیستماتیک باشم و بر من جواب میداد. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه، یه سری تمرینات استقامتی هم داریم که حالا با هم انجامش میدیم. آره اون خیلی تمرینات مفیدی هستش و میتونیم این کارو بکنیم.